تو این بخش می‌خوایم در مورد مدل OSI صحبت کنیم. این مدلی بود که توسط ایزو ایجاد شد. در واقع بهتره بگیم مدل OSI یک چارچوب راهنماییه که داره به من میگه زمانی که من از یک کامپیوتر میخوام با یک کامپیوتر دیگه ارتباط برقرار بکنم، خب اون چیزی که من تو این کامپیوتر میبینم خیلی چیزای رنگی و قشنگه. مثلا فرض کنید ارتباط ممکنه یه ارتباط این میتونه یه وب کلاینت باشه، میتونه یه وب سرور باشه، میتونه یه ارتباط وب باشه. یعنی مثلا فرض کنید یه صفحه باز میکنم، یه صفحه گوگل باز میکنم، خیلی عکس‌ها همه چی درست تمیز سر جاش هست. ولی وقتی که میام رو کابل نگاه میکنم میبینم تمام اینا تبدیل میشه به چی؟ تمام اینا تبدیل میشه به سیگنال های، حالا بستگی به اون بستر هم داره. ممکنه من توی بستر اترنت دارم صحبت میکنم، دارم از کابل های تویستد پیر استفاده میکنم، اینا میشن سیگنال های الکتریکی، ولتاژ ها میشن. یا ممکنه مثلا توی استفاده از کابل های فایبر اپتیک این تبدیل میشه به سیگنال های نوری، یا توی شبکه وایرلس تبدیل میشه به امواج رادیویی. ولی تا زمانی که اینها از یوزر انتهایی من، از کاربر انتهایی من، اون کسی که داره استفاده میکنه میخواد به کابل شبکش منتقل بشه، میگیم یه مراحلی اتفاق میفته. مدل OSI یه مدل 7 لایه است. میگیم 7 لایه اتفاقاتی روی این دیتای من میفته که در نهایت از یه اپلیکیشن خیلی قشنگ تبدیل میشه به، تو لایه فیزیکال تبدیل میشه به یه سری سیگنال ها، ارسال میشه. سمت مقابل هم وقتی که دیگه این سیگنال ها رو دریافت میکنه، همون مراحل رو برعکسش انجام میده تا دوباره به همون اپلیکیشن میرسه و تحویل مقصد میده. این خط ها بین اینها دارن نشون میدن که هر لایه اطلاعات لایه متصل به خودش رو میتونه بفهمه. یه مثال میزنم، فرض بکنید که من میخوام یک کالایی رو ارسال بکنم به یه سمت دیگه، میام وظایفی میذارم برای یک سری از افرادی که قراره به من کمک کنن این کالاها رو ارسال بکنم. به فرض میگم مثلا این کالا 1 ساعته، به فرد اول میگم این کالا رو بذار توی یه جعبه سفید، درش هم ببند. به فرد دوم میگم یه جعبه سفید از جعبه اولی نفر اول بگیر، بده توی جعبه چوبی روش آدرس بنویس، بده تحویل نفر سوم این جعبه رو ارسال کنه. کسی که داره با جعبه چوبی کار میکنه، اون چیزی که میبینه یه پاکت، یه جعبه مقوایی سفیده، اصلا نمیدونه داخل این چی هست. احساس میکنه من یه جعبه چوبی دارم ارسال، یه جعبه سفید دارم ارسال میکنم داخل یه جعبه چوبی که سمت مقابلم هم همینو فقط داره میبینه. درست؟ یا مثلا کسی که داره یه ساعت رو میخواد ارسال بکنه، نمیدونه قراره این داخل یه جعبه سفید قرار بگیره، جعبه سفید میخواد داخل جعبه چوبی قرار بگیره. این احساس میکنه من دارم یه ساعت ارسال میکنم و طرف مقابلم یه ساعت دریافت میکنه. دقیقاً این خط داره میگه هر لایه اون اطلاعاتی رو متوجه میشه که لایه مقابلش متوجه میشه. خب برای اینکه ما بتونیم مدل OSI یاد بگیریم، اول باید این ترتیب بندی رو بدونیم: لایه اپلیکیشن، پرزنتیشن، سشن، ترانسپورت، نتورک، دیتا لینک و فیزیکال. بعد از اینکه این ترتیب رو دیدیم، باید بتونیم هر کدوم از این لایه ها وظیفش رو بدونیم. بعد میتونیم دقیقاً تو هر کدوم از این لایه ها با عمق بیشتری وارد بشیم. یعنی مثل قطعات پازل میمونه. یه پازل 7 تیکه است که من با دانش، با یه دید کلی و دانشی در مورد هر کدوم از قطعات، در انتها کنار هم قرار گرفتنشون برای من یه همچین مدلی رو میسازه. کاری که میکنیم خیلی سریع از روش عبور میکنیم، مرور میکنیم هر کدوم از این لایه ها چیکار داره میکنه. بعد در ادامه وقتی داریم میریم جلو، تقریبا هر چیزی رو که بحث میکنیم اشاره میکنیم که ما داریم تو کدوم لایه به این دانشمون عمق میدیم. پس انتظار میره در پایان بتونیم با کنار هم گذاشتن وظایف این لایه ها یه دید جدیدی نسبت به کل مدل OSI پیدا کنیم. خب لایه اول بهش لایه هفتم رو از بالا میایم پایین، بهش لایه اپلیکیشن میگم. میگیم که این لایه مسئول ایجاد درخواست. یعنی من وقتی به فرض یه براوزر باز میکنم، دارم یه درخواست وب ایجاد میکنم. وقتی یه آتلوک باز میکنم، میخوام یه درخواست ایمیل ایجاد بکنم. وقتی یه اپلیکیشن مثلا تلفن اینترنتی یا وایپ رو باز میکنم، دارم یه درخواست وایپ ایجاد میکنم. پس پروتکل هایی که اینجا استفاده میشه
پروتکل هایی که در رابطه با اون اپلیکیشن استفاده میشه. به عنوان مثال حالا بعدا با هم دیگه میبینیم توی جلوتر لایه اپلیکیشن رو خیلی مفصل تر باز میکنیم، ولی مثلا میتونیم بگیم که وقتی من درخواست وب باز میکنم دارم از پروتکل HTTP توی لایه اپلیکیشن استفاده میکنم. به این لایه یوزر اینترفیس هم میگم به خاطر اینکه نزدیک ترین لایه به کاربر انتهاییه. این لایه مخصوص نرم افزارها و پروگرام هایی است که به صورت اختصاصی نوشته شدن برای اینکه توی شبکه کار بکنن. من گاهی اوقات این سوال سر کلاس ها میپرسم که مثلا نرم افزار ورد تو کدوم لایه کار میکنه و بچه‌ها به اشتباه میگن که تو لایه اپلیکیشن. دقت بکنید مدل OS یه مدل راهنما زمانیه که من میخوام ارتباطات شبکه‌ای داشته باشم. یعنی من تا زمانی که دارم لوکال کار میکنم دیتای من داخل پروسس لایه های OS وارد نمیشه. از اون طرف وقتی من میخوام مثلا یه چیزی رو یه همون اپلیکیشن ورد یا اکسل رو میخوام آنلاین کار بکنم، اون زمانیه که دقیقا من توی بحث ارسال کردن دیتا الان این دیتای من داره داخل لایه اپلیکیشن پروسس میشه. یا یه مثال دیگه، من تا زمانی که یه گیم رو دارم لوکال بازی میکنم اون گیم تو لایه اپلیکیشن برای من نمیشینه، ولی زمانی که دارم یه گیم رو آنلاین بازی میکنم پروتکل هایی لازمه که بتونه بعداً از لایه اپلیکیشن به لایه های پایینتر برسه، چون قرار این اطلاعات من ارسال بشه. دستگاه دیگه هم اونجا هست که بخواد تو شبکه باش کار بکنه. به بسته های ارتباطی این لایه میگیم مسیج، یعنی یه پیغام یا یه مسیج تو لایه اپلیکیشن ایجاد میشه. لایه بعدی میشه لایه پرزنتیشن. تو لایه پرزنتیشن که بهش لایه ترنسلیشن هم میگن، میگه قرار فرمت دیتا رو به فرمتی تبدیل بکنه که این فرمت توسط سایر لایه ها قابل فهم باشه. دو تا مثال قشنگ که توی خیلی از سوالات امتحانی هم باش برخورد میکنید بحث اینکریپشن و کامپرشنه. یعنی مثلا من مسیج رو تو لایه میخوام یه ارتباط مثلا ایمیل داشته باشم، یه ایمیل یه مسیج رو تو لایه اپلیکیشن ایجاد میکنم. حالا فرض کن ایمیل باید یه ایمیل سری باشه، باید رمزنگاری بشه، یا به فرض اطلاعات باید فشرده سازی بشه. یادمون نمیره که هر اتفاقی که این سمت تو موقع ارسال کردن دیتا داره اتفاق میفته، دقیقاً اون سمت زمانی که دارم ریسیو میکنم برعکسش اتفاق میفته. یعنی من زمانی که این طرف دارم یه دیتایی رو کامپرس میکنم، فشردهش میکنم یا رمزنگاریش میکنم، میاد پایین، سایر کارها انجام میشه، اون طرف سایر کارها برعکس انجام میشه تا میرسه به لایه پرزنتیشن. حالا اگه توی لایه پرزنتیشن سمت مقابل من رمزنگاری کردم، اینجا رمزگشایی میشه، که اگه فشرده سازی کردم اینجا باز میشه. پس دیتا یونیت من تغییر نکرده، همون مسیج داره ارسال میشه. این مسیج به لایه سشن میرسه. حالا باز جلوتر در مورد بحث سشن ها صحبت میکنیم، باید با مفاهیم مثل فلو و اینها آشنا بشیم. من بخوام خیلی خلاصه بگم، میگیم که این لایه کارش اینه که ایجاد میکنه سشن ها رو، نگه میداره و در انتها اند میکنه. یه کار دیگه که انجام میشه چک پوینت گذاشتنه. فرض کنید مثلا من دارم همینطوری صحبت میکنم، هر قسمتی از حرفام یه تأییدی از سمت شما میگیرم. چطوری؟ یه مطلب رو توضیح میدم، میگم خب، شما خب و اوکی میدید. پس من دقیقا دارم چیکار میکنم؟ نگاه میکنم تو اون سشن من تا کجا رو اوکی گرفتم، که اگه به فرض این سشن من قطع شد، مثلا یکی پرسید من متوجه نشدم، من میتونم از آخرین چک پوینتم تا الان باید براش توضیح بدم. ما هنوز دیتا یونیتمون عوض نشده، همون مسیجه. زمانی که بسته میاد تو لایه های پایین، یه نکته هم بهتون بگم، معمولا این سه تا لایه بالا لایه های اپلیکیشنی حساب میشن. یعنی کسایی که اینجا کار میکنن بهش میگن نتورک ادمین ها. این 4 تا لایه پایین لایه هایی هستند که مربوط به ارسال دیتا هستن. کسایی که اینجا کار میکنن بهشون میگن نتورک انجینیر ها. یعنی به عبارتی من تو قسمت های پایین دارم بستری رو ایجاد میکنم برای ارتباط، تو قسمت بالا دارم چیکار میکنم؟ هدف اون ارتباط رو که دقیقاً استفاده از اون
اپلیکیشن هاست رو بهش میرسم. یه مثال میزنم، مثلا دوره مثل دوره سیسکو تمرکز روی این 4 تا لایه پایین داره، چون کاری که میخواد بکنه با سویچینگ و روتین جلو یاد میگیریم، اینه که میخواد این ارتباط رو ایجاد بکنه. پس نتورک انجینیر این ارتباط رو ایجاد میکنه. بعد مثلا دوره های مثل مایکروسافت نتورک ادمین میاد چیکار میکنه؟ از این بستر ایجاد شده استفاده میکنه، روش مثلا اکتیو دایرکتوری میذاره، مثلا پروتکلی که توی لایه اپلیکیشن هست LDAP، یا مثلا میاد اکسچنج استفاده میکنه برای اینکه میخواد ایمیل یه سرویس ایمیل توی سازمان را بندازه، پروتکل های مثل POP3 آیمپ، پروتکل های دیگه. پس به عبارتی تمرکز ما تو دوره سیستم روی این 4 تا خیلی بیشتره. موقعی که دیتای من وارد لایه ترانسپورت میشه، اولین اتفاقی که میفته بهش میگیم سگمنتیشن. سگمنتیشن یعنی چی؟ یعنی این مسیج من به قطعه‌های کوچیک خورد میشه. چرا؟ چون هم مدیریتش راحت تره. این فقط تو بحث شبکه نیست، ما تقسیمات کشوری رو به تقسیمات استانی تقسیم میکنیم، به تقسیمات شهرستان و هی کوچیک‌تر. پس اولی اتفاقی میفته سگمنتیشنه و توی سگمنتیشن مسیج من خورد شد. به این صورت من یکی از این قطعه رو از این به بعد میخوام در موردش صحبت بکنم. کارهای دیگه که اینجا اتفاق میفته یکیش فلو کنترله. ما یه چیزی داریم به اسم بافر تو هر کارت شبکی. خب این بافر یعنی چی؟ یعنی که یه صفیه که این بسته های من، این سگمنت کوچولوها، این بسته های کوچیک وقتی میخوان ارسال بشن یا دریافت بشن میرن تو این صف وای میسن، نوبتشون شد که ارسال بشن و نوبتشون شد دریافت میشن. خب حالا اگه من بیش از حد ظرفیت دریافتم بخوام با بسته ها بمبارون بشم، توانایی دریافت پردازش اینا رو ندارم. درست؟ پس دو طرف این هم یه چیزی که به شرایط ربط پیدا میکنه. یعنی ممکنه یک زمان لینک من نویز داشته باشه، یک زمان مصرف من از شبکه بالا باشه. یه مثال ساده بخوام بهتون بزنم، شما زمانی که فایل از اینترنت دانلود میکنید، این همیشه سرعت دارید. مثلا شما اینترنتتون به فرض 512 کیه. حالا این 512 همیشه شما به یه ریت ثابتی دانلود نمی‌کنید، این ریت پایین میاد بالا میاد، بر اساس شرایط فرق میکنه. مکانیزمی باید وجود داشته باشه که هر دو طرف با همدیگه در ارتباط باشن و هم بگن که تا چه حد میتونن الان دیتا تحمل بکنن. یه کار دیگه که اینجا اتفاق میفته بحث ارور هندلینگه. یه مکانیزم ساده است. فرض کنید من بسته رو سگمنت کردم، بسته یه مسیجی تبدیل شده بسته 1 تا 10. بسته 1 تا 10 رو ارسال میکنم، اون طرف بسته 1 تا 10 بسته مثلا 7 نمیرسه. خب من اون طرف احتیاج به کل این 10 تا قطعه دارم برای اینکه بتونم مسیج رو بسازم. یعنی از لای ترانسپورت که میخوام برسم نهایت به اپلیکیشن، به هر 10 قطعه احتیاج دارم. پس مکانیزمی باید به فرض وجود داشته باشه که من مطمئن باشم اون هفته هم میرسه. چطوری؟ خیلی ساده است. این طرف وقتی هر کدوم از بسته رو میفرسته، منتظر اوکی از سمت مقابل میشه. زمانی که اوکی رو از سمت مقابل گرفت، بسته بعدی رو میفرسته. نکته بعدی سگمنت سیکونسینگه. من بسته 1 تا 10 رو دارم ارسال میکنم، ممکنه به دلیلی که خب این بسته ها ممکنه تو مثلا حالا مثالی میزنم تو یه شبکه محلی میتونه باشه، میتونه تو مثلا بحث اینترنت که شبکه خیلی بزرگ و گسترده است باشه، این بسته ها ممکنه با اون ترتیبی که من ارسالش کردم نرسن. یعنی 1 2 3 4 5 6 7 فرستادم، ولی 7 6 4 2 10 اینطوری میرسه. یه مکانیزمی باید باشه، حالا مثلا چیزی مثل شماره ترتیبی، همچین چیزی با هم دیگه میبینیم توی بحث لای ترانسپورت که بتونه ترتیب این بسته رو برای من حفظ کنه. سرویس ادرسینگ. سرویس ادرسینگ جریانش چیه؟ من تو لایه بعدی که میخوام بیام در مورد لایه نتورک صحبت کنم بهتون میگم که لایه نتورک مسئول آدرس دهیه. لایه ترانسپورت یه چیز داریم به اسم سرویس ادرسینگ. جریانش چیه؟ فرض بکنید من داخل یه جایی هستم، داخل یه شرکتی هستم، یه بسته قرار به دست من برسه. اگه آدرس دهی من درست نباشه، یعنی اینکه مثلا الان جلوتر میبینیم که تو لایه نتورک آدرس دهی من غلط باشه، این بسته اصلا به شرکتی که من توش هستم نمیرسه. ولی فرض کنید این بسته به شرکت رسید، پس آدرس دهی من آدرس دهی درسته. داخل شرکت خودش دیپارتمان های مختلفی داره، مالی، اداری، حسابداری و خیلی از دیپارتمان های دیگه. حالا اگه یه بسته بیاد که داخل اون بسته هم یه پکیجی باشه که اون هم بسته بندی شده، مشخص نمیشه که وقتی از این تو اومد بیرون. بذارید من شکلش اینجا براتون بکشم. پس فرض کنید من میگم یه جعبه‌ایه،
داخل این جعبه یه پکیجه. آدرس دهی درست بوده که بسته به دست من رسیده، ولی حالا که این میخواد از داخل بیاد بیرون باید بدونیم میخواد تحویل کی بشه، تحویل اداره مالی بشه، تحویل کجا بشه. فرضاً میکنیم قابلیت خوندن این رو هم نداریم، نمیدونیم این چی هستش که از رون حدس بزنیم باید تحویل کی بدیم. یه کار ساده میشه کرد، میشه اومد یه کاغذ روش چسبون نوشت مالی. یعنی من وقتی این رو باز میکنم میدونم به خاطر این کاغذه که اینجا چسبیده باید اینو تحویل قسمت مالی بدم. همین قضیه توی بحث شبکه هم هست. من سمت مقابل تو لایه اپلیکیشن فرض بکنید یه درخواست وب ایجاد شده. این وب وقتی آدرس دهی اگه درست باشه این درخواست به دست کامپیوتر من میرسه، ولی اگه کامپیوتر من بخواد این درخواست وب رو بره تو آتلوک باز بکنه یا این درخواست رو بخواد بره تو مدیا پلیر باز بکنه، عملا این درخواست برای من کاربرد نداره. پس یه جوری باید من بدونم زمانی که این بستر گرفتم میخوام سمت گیرنده برم تو لایه اپلیکیشن تحویل بدم باید دست کدوم سرویس بدمش. میاد میگه چی؟ میگه هر سرویسی توی لایه اپلیکیشن با یه شماره توی لایه ترانسپورت نظیر میشه. یعنی به عنوان مثلا اینا رو باز با هم دیگه جلوتر تو توضیحات لایه اپلیکیشن و توضیح لایه ترانسپورت میبینیم. مثلا اگه درخواست من وب باشه که درخواست HTTP، این تو لایه ترانسپورت میاد با یه شماره 80 نظیر میشه. برای چی؟ این همین مالی است که اینجاست، اینجا نوشته میشه 80. پس الان بسته ای که آدرسش درست به دست من رسیده و چون باید تو لایه بالاتر تحویل اپلیکیشن وب بشه HTTP باشه، از روی این شماره 80 میدونه که اینو نباید بره تحویل مثلا ایمیل بده، چون مثلا ایمیل POP3 اگه پروتکلش باشه مثلا شماره پورتش 110، اگه این 110 باشه این بسته تحویل سرویس POP3 میده، اگه 80 تحویل سرویس HTTP میده. پس به عبارت یه بار دیگه تعریفش میکنم، ما یه چیزایی داریم به اسم این شماره 8 داره بهش میگیم پورت نامبر. به عبارتی میگیم که هر سرویسی تو لایه اپلیکیشن با یه شماره پورتی تو لایه ترانسپورت نظیر میشه برای اینکه سمت گیرنده بدونه که بسته‌ای که تحویل میگیره رو با نگاه کردن به اون شماره پورت باید تحویل کدوم سرویس تو لایه اپلیکیشن بده. تمام این کارهایی که داریم در موردش صحبت میکنیم وظایفی هستند که در نهایت با اضافه کردن یه سری اطلاعات مثل همین 80، مثل اون مقداری که تو فلو کنترل میخواد به طرف مقابل که من چقدر میتونم دریافت بکنم، مثل سگمنت سیکونسینگ اون شماره ترتیبی که میخواد بهش اضافه کنه، اینا همش تحت قالب یه اطلاعات اضافی به اون تیکه بسته میچسبن. بهش میگیم هدر لایه 4. از مجموع هدر لایه 4 و اون تیکه سگمنت ایجاد میشه. پس میگیم دیتا یونیت توی لایه ترانسپورت اسمش به سگمنت تغییر میکنه. خب این سگمنت الان میخواد بیاد تو لایه نتورک. تو لایه نتورک گفتیم وظیفه‌ای که لایه نتورک داره آدرس دهی و مسیریابیه. ما این دوتا رو نمیتونیم اصلا تفکیک کنیم. فرض کنید من به شما میگم فردا ساعت 5 بعد ظهر منو تو میدون ونک ببینید. در صورتی که 3 میدون ونک توی تهران وجود داشته باشه شما نمیتونید من رو درست پیدا کنید. پس من مسیریابی درست لازمش آدرس دهی درسته. در مورد آدرس دهی صحبت میکنیم. آدرس های لایه نتورک رو آی پی ادرس بهش میگیم و دیوایس هایی که مسئول مسیریابی هستن رو روتر بهش میگیم. پس قاعدتا جلوتر اگه من توی لایه نتورک بخوام توضیحات بیشتر بدم وقتی هدر رو باز میکنم آماده مثلا دیدن آدرس آی پی مبدا و آدرس آی پی مقصد هستیم. اون اطلاعات تحت قالب هدر لایه 3 به سگمنت میچسبه و مجموعه یه سگمنت و هدر لایه 3 پکت رو تشکیل میده. زمانی که میایم داخل لایه دیتا لینک، این لایه مسئول فیزیکال ادرسینگه. یعنی چی؟ ما یه چیزی داریم به اسم آدرس سخت افزاری یا مک ادرس. هر دیوایس، هر کارت شبکه‌ای یه دونه از این آدرس ها به خودش اختصاص میده. یا آدرس های 48 بیتی هستن. خب نگم به خودش اختصاص میده، این از قبل توسط شرکت سازنده بهش اختصاص داده شده و اینا یونیک هستند. خب برای این فیزیکال ادرسینگ انجام میشه. این خودش میتونه سوالی باشه که
من چرا زمانی که یه لاجیکال ادرسینگ تو لای نتورک دارم لازمه بیام تو لای دیتا لینک هم بیام فیزیکال ادرسینگ دوباره آدرس‌های مجدد داشته باشم؟ یه دلیل ساده داره. من آدرس های فیزیکال دست من نیست که من بتونم تقسیم بندم. مثلا فرض کنید میخوام دسته‌بندی کنم، بگم آدرس های این کلاس از آدرس های کلاس مقابل بخواد جدا بشه. من نمیتونم آدرس های فیزیکال این کار بکنم، چون آدرس های فیزیکال من ایجاد نکردم، ولی میتونم تو آدرس دهی لاجیکالم با آی پی آدرس این کار رو انجام بدم. به عبارتی میگیم که آدرس های آی پی روتبل هستن، قابل مسیریابی هستن، ولی آدرس های فیزیکال اینطوری نیستن. باز یه مثال میزنم. قاعدتا هر کدوم از افراد یه کد ملی دارن، درسته؟ این کد ملی هم کد ملی یونیکه، پس میشه آدم ها رو با کد ملی پیدا کرد، ولی خیلی سخت تر از حالتیه که من بخوام در مورد آدرس های پستی صحبت بکنم که آدرس های پستی روتبلن، قابل مسیریابی هن، ولی آدرس های کد ملی روتبل نیستن، با اینکه یونیکن و میشه باهاشون فرد رو پیدا کرد. ما احتیاج به آدرس دهی دیگه در کنارش داریم. کار دیگه که اینجا اتفاق میفته اسمش ارور چکینگه. ارور چکینگ جریانش چیه؟ همونطور که میدونیم ما اینجا یه پکتی رو داریم دریافت میکنیم، سمت فرستنده این پکت قراره یه هدر روش بخوره، هدر لایه 2. هدر لایه 2 مسئول فیزیکال ادرسینگه. این لایه علاوه بر هدر یه چیزی به اسم فوتر یا دوم به پکت هم داره. حالا این قسمت یا تیلر پکت چه اتفاقی میفته؟ یه مکانیزمی هست، میگه من زمانی که پکت رو از بالا گرفتم، از لایه نتورک پکتمو تحویل گرفتم، بعد که میارمش تو لایه دیتا لینک قبل از ارسال میام این انتها یه چکی روی پکت میکنم. مثلا فرض کنید، من خیلی مثال ساده ریاضی میدم، مثلا فرض کنید این پکت محتوای عدد 20، میگه مثلا من یه فرمولی میذارم 20 رو ضرب در 2 میکنم به اضافه 2 میکنم، به این نتیجه این برسم. مثلا میام چیکار میکنم؟ این 42 رو میذارم داخل اینجا. میدونیم که اون سم وقتی که دریافت میکنن لایه فیزیکال به لایه دیتا لینک میره، در ادامه باید این پکت رو در بیاره تو لایه نتورک تحویل بده. حالا اگه این پکت تحت هر شرایطی تو طول مسیر رو تغییر شده باشه، مشکلاتی باشه، کراپت شده باشه، یا به علت مثلا نویز خط هر اتفاقی افتاده باشه، سمت مقابل گیرنده میاد چیکار میکنه؟ میاد یه بار خودش این رو همین فرمول روش اعمال میکنه. اگه نتیجه‌ای که به دست آورد با نتیجه‌ای که از سمت فرستنده براش ارسال شده یکی باشه، یعنی اینکه این بسته تو طول مسیر تغییر نکرده. ولی اگه مثلا این شده باشه 10، حالا اگه من 10 رو ضرب در 2 کنم به اضافه 2 کنم، مقدار 22 دیگه مساوی نیست با مقداری که از اون سمت برای من ارسال شده، پس این بسته دچار مشکل شده. به این مقداری که اینجا قرار میگیره بهش میگیم CRC، Cycle Redundancy Check. این فوتری که CRC داخلش قرار میگیره بهش میگیم FCS یا به عبارتی Frame Check Sequence. پس مجموعه، چون یه جورایی عملا داره قاب میبنده دور پکت من، به مجموع این دوم و این هدر میگیم یه فریم. حالا این فریم من ایجاد شد، حالا این آماده است برای ارسال. تو لایه فیزیکال من عملا با هاردور سر و کار دارم، یعنی این صفر قرار در نهایت تبدیل بشه به بیت، و ارسال بشه. این بیت ها بسته به بستر شبکه تبدیل به سیگنال میشن و در طول اون بستر مدیای شبکه من ارسال میشن. اینا سمت ارسال بود، سندینگ دیتا داشتیم با هم دیگه نگاه میکردیم. اون سمت هم تو بخش ریسیو دقیقا همین اتفاقات میفته، سیگنالی رو کامپیوتر مقابل دریافت میکنه، از این سیگنال الکتریکی میاد فریم رو میسازه، نگاه به آدرسش میکنه، میبینه که این آدرس به سمت خودش هست یا نیست. اگه به خودش تعلق داشت هدر رو میندازه، میره فوتر رو نگاه میکنه،
اون CRC چک رو انجام میده، مطمئن شه پکت داخل سالمه. اگه پکت سالم بود فوتر هم میندازه، پکت رو تحویل لایه نتورک میکنه. تو لایه نتورک نگاه به آدرس IP میکنه ببینه این بسته متعلق به خودش هست یا نیست. زمانی که به این نتیجه رسید که یعنی اون اطلاعاتی که از هدر لایه 3 میخواست استخراج کنه رو به دست آورد، هدر رو هم میندازه. سگمنت رو تحویل لایه ترانسپورت میده. تو لایه ترانسپورت هم تمام مواردی که قرار بود در مورد این که حالا یادتون الان مثلا پورت ها رو چک میکنه ببینه من الان اینو میخوام برم لایه اپلیکیشن رو تحویل کی بدم، و حالا همه اون چیزایی که تو لایه ترانسپورت بیشتر با هم باز می‌کنیم کاراشو انجام میده. علاوه بر این که رد همه مسیج‌های دیگر رو نگه می‌داره و چون تو لایه ترانسپورت سگمنتیشن انجام شد، اینجا دوباره سگمنت‌ها رو با هم جمع میکنه و با هم دیگه وصلش میکنه و مسیج تحویل لایه سشن میده. کارهایی که لایه سشن باید انجام بده رو انجام میده. در نهایت تحویل لایه پرزنتیشن میده. دیدیم چه مواردی رو تو لایه پرزنت انجام میشد و در نهایت این تحویل لایه اپلیکیشن به دست خود یوزر میرسه. مفهومی رو به اسم انکپسولیشن با هم ببینیم. انکپسولیشن یعنی من به یک اطلاعات یه بسته ای که دارم از لایه بالاتر میگیرم تو لایه پایینتر بیام یه سری اطلاعات اضافه بکنم، مثل همون قضیه هدر زدن. تو این شکل دوباره میبینید این قضیه رو که یعنی دقیقاً مسیج من توی از لایه سشن که میاد تو لایه ترانسپورت من دارم انکپسولیتش میکنم با هدر لایه 4 و سگمنت رو میسازم که حالا کاری که اینجا انجام میشه با هم دیگه دیدیم. دوباره این سگمنت وقتی میاد تو لایه نتورک دارم انکپسولیتش میکنم با هدر لایه 3. پایینتر دارم دوباره این انکپسولیتش میکنم توی فریم لایه 2.